سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای کانال اگزو پاور. امروز میخوام که توی این آموزش بهتون یاد بدم که چجوری میتونین که پروکسی پیدا کنین و توی کانفیگ های پنل BPB یا همون بیا پایین بچه ست کنین و استفاده کنین. یه چند تا توضیح بدم در مورد این که این پنل بیا پایین بچه چیه، بعد پروکسی چیه، چی کار میکنه و کلا کارهاش چیه. همه چی رو بهتون بگم بعد شروع کنیم. رفقا ببینین، توی پنل BPB ما وقتی که پنل رو میسازیم، حالا چه ورکرز باشه یا پیج، وقتی که ما یه پنلی رو بالا میاریم بعد کانفیگ ویتوره میزنیم، این کانفیگ ویتوره یک سری لوکیشن یا همون منطقه کشور داره که این کشورها مربوط میشن به همون IP های یا به اصطلاح پروکسی که مثلا منطقه آلمان، کشور آلمان رو نشون میده و شما مثلا میتونین که توی اینستا بچرخین، توی تلگرام بچرخین و ارتباط داشته باشین با اینترنت جهانی. حالا این پروکسی چیه؟ چرا میگم که مثلا خودمون اسکن کنیم، خودمون توی کانفیگ هامون ست کنیم تا بدون مشکل استفاده کنیم؟ ببینین، یکی از بهترین و بدترین مشکلات توی پروکسی های متغیر اینه که مثلا شما الان روی اپراتور ایرانسل مثلا توی کانفیگی که زدین یهویی کشور آلمان نشون میده، با مودم وصل میشین یهویی مثلا کشور آمریکا نشون میده. این تغییر پروکسی باعث میشه که مثلا احتمالش هست که، چون خودم مثلا تست کردم با پروکسی های متغیر، پیجم هیچی نشده، ولی یک سری از پیج ها که جدیدن و حساسیت روشون خیلی زیاده، باعث میشه که این تغییر پروکسی یا همون لوکیشن ها باعث میشه که پیج شما بپره. یا همون شنیدیم مثلا میگن که کانفیگ میفروشیم آی پیش ثابته مخصوص تریدرها. چرا این حرف رو میگن؟ این همون پروکسی هستش، یا به اصطلاح همون نشتی نداشتنه که باعث میشه که آی پی شما ثابت باشه و همین آی پی ثابت بودن باعث میشه که نه اکانت شما بند بشه، اگه پلیر باشین یا گیمر باشین اکانتتون بند نمیشه، تولید محتوا کننده باشین توی اینستا و این جوجه ها پیجتون نمیپره، تریدر باشین اکانتتون بند نمیشه و مثلا داراییاتون بلوکه نمیشه و اینجور حرفا که خیلی مهمه توی بحث کانفیگ زدن. ولی خب چون هیچ کانال یوتیوب فارسی توی این زمینه اطلاعاتی نداده و کمکی نکرده، من سعی کردم توی اون 3-4 روزی که تلاش کردم راه و روشش رو پیدا کردم به شما هم بگم که توی کانفیگ پنل BPB چجوری میتونین که پروکسی یا همون آی پی ثابت رو داشته باشین و بدون مشکل استفاده بکنین. حالا این روش ها کلا با سیستم یا همون کامپیوتر و لپتاپ انجام میشه، چون توی موبایل ابزارهایی نیستش که بتونیم خیلی راحت باش کنار بیایم. کلا با کامپیوتر خیلی راحت و بهتره. یه موردی هم هست که من با خودم خیلی کلنجار رفتم که رنج آی پی ها رو بهتون بگم که از کجا میگیرم یا نه. خلاصه نتیجه گرفتم که نگم، به خاطر اینکه الان خیلی از کانال ها و خود کانال ما که خیلی سعی کردیم که توی پیدا کردن آی پی های تمیز راهنمایی کنیم برای شما، الان مثلا پیدا کردن آی پی تمیز خیلی مشکل شده. چرا؟ چون متد ها پابلیک شدن، آی پی ها دیگه پابلیک شدن و کلا دردسر و دغدغه‌مون خیلی زیاد شده توی این زمینه. من سعی میکنم که یک سری رنج ها رو به صورت فایل تکستی توی کانال تلگرامیمون بذارم و شماها از اونجا بردارین و جلوتر که الان بهتون میگم چی کارها بکنیم با چه ابزارهایی، با همین روش انجام میدیم و پروکسی ها رو پیدا میکنین. پیدا کردن پروکسی ها هم خیلی خیلی سخته. چرا میگم سخته؟ ببینید، من خودم توی تستی که انجام دادم 21,000 تا پروکسی زدم، لوکیشن های مختلف و دیتا سنتر های مختلف که الان بهتون میگم کلا پروکسی چیه. من 21,000 تا آی پی رو کلا زدم، اسکن کردم، بعد با جلوتر که الان بهتون میگم با چه متدی، با برنامه مرتضی که اسکن کردم
از بین 21,000 تا آی پی فقط 4 تاشون کار میکردن، یعنی پروکسی بودن. پس به همین خاطر شما سعی کنین که همیشه تعداد بالا اسکن کنین اول، بعدش که با ابزار اسکنر مرتضی اسکنش میکنیم و بهتون میگم که کلا چی کار میکنیم. حداقل مثلا اگه 50,000 تا 100,000 تا داشتین، از بین 50-100,000 تا مثلا میاد بهتون یه 6-7 تا پروکسی پیدا میکنه. حالا پروکسی چیه؟ ببینیم پروکسی چرا بهش میگیم پروکسی. اگه نگاه کنین ظاهرش عین همون آی پی های تمیز کلودفلر هستش، یعنی آی پی کلا عدده. ولی چرا بهش میگیم پروکسی؟ ببینین پنل بی پی بی توی گیتاب خودشون گفتن که وقتی که یه پروکسی رو میزنیم، خب باید سایت speedtest.net یا what's my IP address یا مثلا دیسکورد، زولا و اینجور سایت هایی که پشت کلودفلر هستن، خب باید با اون پروکسی بالا بیان و اون پایین مثلا توی speedtest.net اون پایین نشون بده که اون آی پی یا همون پروکسی که ما ست کردیم رو هم اونجا نشون بده. اگه اونجا نشون نداد یعنی اون پروکسی کار نمیکنه و کلا مشکل داره. یه موردی هم که هست، این پروکسی ها یک سری هاشون مثلا دیتا سنتر هم، مثلا دیتا سنتر هدزنر، دیجیتال اوشن یا مثلا والتر و اینجور دیتا سنتر هایی که توی کار هاستینگ و سرور هستن، یک سری از آی پی هاشون پشت کلودفلر هستش. یعنی اگه شما اون پروکسی رو پیدا بکنین و بندازین توی پنل بی پی بی، شما میتونین که خیلی راحت به سایت speedtest.net، اینستا و سایت هایی که پشت کلودفلر هستن و امثال همین ربات هایی مثل همستر و اینها که خیلی هاشون از کلودفلر استفاده میکنن، میتونین استفاده بکنین. خب این یه دلیل دیگه هم ثابت بودن آی پی شما هستش که گفتم وقتی آی پی ثابت باشه و مخصوصا پروکسی باشه توی اپراتورها خیلی تاثیر داره. من با پنل بی پی پی و پیج که زدم، همین پیجزه یا همون پیج بگم چون این زه رو درست حسابی نمیتونم بگم، همین پیج که من زدم ورکر پیج، بعد من تست کردم روی همراه اول ایرانسل آسیا تک، خیلی ثابت و خیلی پایدار وصلم. خب شاید مثلا دیجیتال اوشن بزنم، دیجیتال اوشن بهتر جواب بده. من توی پنل بی پی پی خیلی راحت بودم. ولی خب توی سرور، چون سرور نداشتم، باید خودتون تست کنیم و مطمئنم که جواب میده. یعنی اگر مثلا شماها سرورتون از هدزنر باشه، پروکسی هدزنر هم داشته باشین، خیلی پایدارتر از قبل میشه و بهتر هم نتیجه میده. خب بریم که شروع کنیم. ببینین اول وارد کلودفلر میشیم. اگر هم که اکانت ندارین با یه دونه جیمیل ثبت نام کنین، بعد جیمیلتون رو چک کنین، یه دونه ایمیل تایید از سمت کلودفلر اومده براتون، اونو تاییدش کنین. وقتی هم که تاییدش کردین میتونین که از ورکر و پیجش استفاده بکنید. وقتی هم که تاییدش کردین این قسمت ها براتون بالا میاد. تا تاییدش نکنین اصلا نمیتونین این کاری بکنین، حتما اینو جدی بگیرین. خب من میام اینجا. حالا اینجا ما هم ورکر داریم هم پیج داریم. ببینین تفاوت بین این ورکر و پیج توی پنل بی پی بی چیه؟ بیشترین تغییری که بین این دوتا هست توی پورت های HTTP و HTTPS. ببینیم ورکر دوتا از اون دست پروکسی ها رو ساپورت میکنه. ببخشید پورت ها رو گفتم پروکسی. دوتا دسته از پورت های کلودفلر رو ساپورت میکنه که میشه HTTPS و HTTP. پورت 443 و بعدش پورت های 80 80 80 و بعدتر که توی ورکر هستش و خیلی راحت میتونین که از جفت پورت ها هم استفاده بکنین. ولی یه بدی که داره از لحاظ ست کردن پروکسی خیلی اذیت کننده هستش. مثلا من خودم تست کردم، پروکسی که توی پیج برای من ثابت بود بعضی وقتا توی ورکر متغیر عمل میکرد. حالا نمیدونم شاید من اشتباه میرفتم یا خودش ایراد داره که باید یه خورده باهاش ور برم تا ببینم که من اشتباه میکردم یا خودش ایراد داره که بعدم بهتون اطلاع رسانی میکنم. به خاطر همین پیج بهترینشه از نظر خودم. حالا میگم جلوتر چرا.
وقتی که ما یه پروکسی رو میزنیم و توی توی کلاینت ویتوره ایمپورتش میکنیم، میریم توی مثلا speedtest.net و توی تنظیمات پیج چک میکنیم، میبینیم که بله آی پی ثابت شده و هیچ مشکلی هم نداره. حالا ببینین من وقتی میام توی قسمت به ستون سمت چپ قسمت ورکر پیج، اینجا بهمون دوتا تب میاره، ورکرز، پیج. حالا من پیج رو میزنم، اینجا نمیشه کانکت تو گیت، من روش کلیک میکنم تا این بالا بیاد. یه دونه هم اکانت توی گیت هاب باید داشته باشین. خب حالا چرا باید داشته باشیم؟ ببینیم ما پنل BPB رو باید یه دونه فورک ازش بسازیم، یا به اصطلاح یه کپی هم ازش بسازیم که توی ریپوزیتوری ما باشه. الان من میام اینجا میزنم BPB، فارسی شد BPB. خب خب این پنل BPB یا همون بیا پایین بچه هستش که توی آخرین آپدیتش هم ورژن 2.4.5. اینجا وقتی فارسی رو کلیک میکنیم یک سری توضیحات برامون میاره که الان جلوتر با هم دیگه میریم تا شما بهتر یاد بگیرید. وقتی که این قسمت صفحه اصلی BPB بالا اومد، اینجا نوشته فورک، من یه دونه فورک میسازم ازش. میگه که خب این یوزر منه، میگم بله. میگه که اسمش این باشه، میگم بله مشکل نیست و کلا دیگه هیچی دستکاری نمیکنم. این تیک کپی هم باید باشه ها، توجه کن. create fork رو میزنم تا یه دونه فورک ازش بسازه. خب من میام اینجا یه دونه رفرش میزنم تا ببینم که ساخته شد یا نه. بله اضافه شده، میبینین اینجا نوشته BPB worker panel. من این یکی تب رو ببندم، بیام اینجا. ببین اینجا دو تا قسمت هست که یه دونه گیت هابه، یک شم گیت لبه. یکی شم چرا اینجوری میگه؟ خب چون ما الان توی گیت هاب فورکش رو ساختیم، میام میگم که با گیت هاب کانکتش کن. روش کلیک میکنم. خب میگه که همه ریپوزیتوری ها رو برات بیارم یا فقط میخوای یکش رو انتخاب کنی؟ من میگم نه یکی. اینجا میگه select، انتخابش کن. میگم که بله نوشته BPB Worker Panel. روش کلیک میکنم، میام پایین تر اینستال و نصب و تاییدش رو میزنم. فارسیش هم اینه. صبر میکنیم تا ببینیم که چی میشه. کلیک نشده بود. خب کلود فلر خودش لود میشه. صبر میکنیم که پنل بالا بیاد کلا. بچه ببخشیم بعضی وقت گلوم میگیره صحبت میکنم. خب ببینیم وقتی که این قسمت بالا اومد نوشته که با این اکانت ما به اصطلاح سینک شدیم، وصل شدیم. ریپوزیتوری هم اینه، درسته؟ من روش یه دونه کلیک میکنم، تیک رو اینجا میزنه، منم میگم که ادامه نصب رو بریم. اینجا هم نوشته پروژکت نیم. این پروژکت نیم چیه؟ همون ساب دامنه میشه که ما باید اسمش رو عوض کنیم. هرچی که اسم دلتون میخواد، پیج دارین اسم پیجتون، کانال دارین اسم کانالتون و هرچی. الان من اینجا میزنم IPP اسکن، یه دونه اگزو پاور هم میزنم، YT هم میزنم، یه دونه هم TL میزنم که مخفف همون تلگرام. اینجا ببینید نوشته IPP اسکن اگزو پاور YT TL dot page dot dev یا dev. خب اینجا دیگه پروداکشن رنج رو هم ما میذاریم روی مین باشه، اصلا کاری نداریم با اینا. میایم پایین تر سیو اند دیپلوی رو میزنیم. سیو اند دیپلوی رو که ما زدیم صبر میکنیم که این کلا ذخیره بشه و آماده بشه واسه ساخته شدن پنل. وقتی که این قسمت بالا میاد اینجا ببینین 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه مثلا طول میکشه تا اون کدها نصب بشن توی پیج و شروع کنیم به کار کردن. تا این نصب بشه اینجا مراحلش رو با شما بریم جلو.
من میگم پایین تر اینجا نوشته که نحوه راه اندازی تنظیمات و استفاده نوشته نصب به صورت پیج. من روش کلیک میکنم. خب ما همه این مراحل رو رفتیم که نوشته فورک بسازیم، بعد بیاین میرسیم به قسمت کیوی که اینجا باید یه دونه ما کیوی نیم بسازیم. صبر میکنیم که این تموم بشه. خب وقتی که تموم شد من کانتینیو تو پراجکت رو میزنم و صبر میکنیم تا این قسمت بالا بیاد. وقتی که این قسمت بالا اومد اصلا کاری نکنیم، دوباره ستون سمت چپ ورکر پیج رو باز میکنیم، میایم پایین تر نوشته کیوی رو بازش میکنم. اینجا ما یه دونه باید نیم اسپیس بسازیم. نیم اسپیس هم هرچی که خودتون دوست داریم بزنیم. مثلا من میزنم پنل BPB. خب ادش میکنم و صبر میکنم که ذخیره بشه. خب این ذخیره شد. دوباره برمیگردیم توی قسمت ورکر پیج. اینجا این که الان ما ساختیم همون پیج ما هستش، روش کلیک میکنم. رفقا قبلش هم یه چیزی رو بهتون بگم که خیلیاتون مشکل داشتیم. ببینین اینجا نوشته request day، یعنی ما روزی میتونیم 100,000 تا ریکوست استفاده کنیم که این ریکوست هم حالا بسته به مصرف شما داره. مثلا اگه فقط اینستا برین، یوتیوب برین، میتونه این یک روز رو مثلا نصف یا حتی مثلا یه خورده از نصف بیشتر پر بشه و بازم استفاده بکنید. ولی اگه مصرفتون توی دانلود، آپلود و اینجور کارها هستش، این 100,000 ریکوست پر بشه کلا کانفیگا قطع میشه و کار نمیکنه. حتی بعضی وقتا هم پنل هم بالا نمیاد. پس این ریکوست رو جدی بگیرین. حالا چطوری میتونین اینو دورش بزنیم رو هم بهتون میگم که چیکارش کنیم. خب اینجا نوشتیم IPP اسکن اگزو پاور YTTL که ساب دامین ما هستش. روش کلیک میکنم، میایم توی قسمت settings. این قسمت که نوشته فانکشن روش کلیک میکنم، میایم پایین تر. اینجا نوشته KV name space biddings. خب من اینجا add biddings رو میزنم. میگه اسمش چیه. ببینید اینجا قشنگ توجه کنید. وقتی که همه این کارا رو کردیم تموم شد، اینجا ببینید KV name biddings رو چجوری زده. BPB با حروف کوچیک، اصلا با حروف بزرگ نمیزنین. اگه با حروف بزرگ بزنین قاطی میکنه و کار نمیکنه. من اینجا میزنم BPB و KV namespace رو هم پنل BPB زدم. کلیکش میکنم و سیو. صبر میکنیم که پنل بالا بیاد. خب وقتی با این قسمت تموم شدیم، یه قسمت پیشرفته هم داره که الان بهتون میگم. این قسمت پیشرفته چیه؟ ببینید توی settings همون جایی که بودیم، فانکشن که تموم شد KV namespace رو ست کردیم، اینجا نوشته environment variables. حالا درست تلفظ کردم یا نه ببخشید. وقتی که این قسمت رو آورد، اینجا توی قسمت پروداکشن ما میایم add variable میزنیم. ببینیم ما به خاطر اینکه پنل و کانفیگمون از لحاظ امنیتی و IP خیلی خوب عمل کنه، باید اینجا دوتا چیز رو اضافه کنیم که اینجا BPP هم خودش اشاره کرده که تنظیمات پیشرفته بهش میگه. ببینید UUID تنظیمات پیشرفته که اختیاریه، ولی خب از نظر من ستش کنید، چون ما از پروکسی IP استفاده میکنیم و UUID هم باید شخصی داشته باشیم که UUID هم اضافه میکنیم، پروکسی هم اضافه میکنیم که الان بهتون میگم. اینجا من یه دونه با حروف بزرگ UUID میزنم. بعدش ویتوری رو باز میکنم. اگه مثلا ویتوری نداشتین، هیدیفای و اینا بود، شما میتونین بیاین یه دونه تب باز میکنم. اینجا میزنم که UUID generator. صبر میکنیم تا بالا بیاد. اولین سایتی که بالا اومد روش کلیک میکنیم. اگر هم سایت باز نشد با فیلتر شکن بریم. خب این باز نمیشه، ولی خب سایت لینکش رو میذارم
که با فیلتر شکن بریم. خب من میام توی این قسمت، وقتی ویتورای بالا اومد توی قسمت سرورز کلیک میکنم، یه دونه اد ویل سرور میزنم. اینجا کنار UUID یه دونه نوشته جنریت. من یه دونه جنریت 2-3 تا کلیک میکنم که UUID رو رندوم برام بسازه و اینجا ایمپورتش کنم. یه دونه هم اد وریبل دوباره اضافه میکنم، اینجا میزنم با حروف بزرگ پروکسی IP چسبیده به هم. این IP نباید فاصله داشته باشه، چسبیده به هم. خب میرسیم به اصل ماجرا. پروکسی IP رو چجوری پیدا کنیم؟ من قبلتر یه دونه IP اسکن کردم، فکر کنم از دیتا سنتر دیجیتال اوشن بود یا اوراکل بود، یادم نیست دقیقاً و تعدادش هم همینطور که میبینین خیلی زیاده. خب تقریباً 1671 تا هم اسکن کردم. حالا توی کامپیوتر شخصی خودمون چجوری اسکنش کنیم؟ ببینین اون رنج IP هایی که من توی کانال قراره بذارم با برنامه انگری IP اسکنر باید اسکنش کنیم. حالا چجوری الان بهتون میگم. ببینین من یه لحظه ویدیو رو پازش میکنم، بعد یه چند تا رنج گیر بیارم بهتون نشون بدم. خب رفقا ببینین من چند تا رنج IP هتزنر گیر آوردم، بعد الان میخوایم که اینا رو اسکن کنیم ببینیم که چیزی پیدا میکنیم یا نه. ببینین بهترین راه اسکن کردنش توی انگری آی پی اسکنر که یکی از بهترین برنامه هستش که همین کانال یوتیوب خودمون توی اگزو پاور دومین ویدیومون در مورد اسکن کردن با این ابزار بود، ولی خب ریپورت و گزارش اینا زیاد خورده بود و یوتیوب پاکش کرد و من دوباره آپلود نکردم که کانال تحت تاثیرش قرار بگیره و مثلا دردسر بشه. ولی خب من الان دوباره میگم که چیکار کنیم. ببینین روی چرخ دنده‌ای که میزنیم اول تنظیماتش رو بهتون بگم بعدش بگم چیکار کنیم. اینجا توی قسمت تریدز نوشته ماکسیموم نامبر آف تریدز. این همون میزان مصرف از پردازنده سیستم ما هستش. اگه سیستم قوی داریم بذاریم مثلا 60-70% استفاده کنه. اگرم نه مثل من که هم دارم ضبط میکنم هم سیستم از لحاظ سخت افزاری ضعیفه، من میذارم که 50% توان سی پی یوی من رو استفاده کنه توی اسکن کردن. من 50 رو اینجا ست کردم و توی قسمت پینگینگ یا همون پینگ متد اینجا ببینیم پینگینگ متد رو من گذاشتم روی TCP پروتکل. خب چرا UDP نذاشتم یا مثلا ICMP؟ چون که UDP کلا فیلتره، ICMP هم که مربوط میشه به ویندوز و شبکه و اینا و کانفیگایی که ما کلا میزنیم از لحاظ TCP ویتوره فقط TCP کار میکنه، به خاطر همینم TCP رو انتخاب کردم. میایم توی قسمت پورت. ببینین توی قسمت پورت من 3 تا پورت اضافه کردم که یکی از دوستان لطف کردن و بهم گفتن و واقعا هم نتیجه داد. ببینین یه دونه پورت HTTP گذاشتم که میشه پورت 80، 2 تا پورت HTTPS که میشه 443 و 8443. اینجا هم دیسپلی، توی تب دیسپلی گزینه الایو هاست رو بزنیم. چرا میگم اینو بزنیم؟ وقتی که IP هایی که احتمال میدیم که تمیز باشن و روی پورت ما کار میکنن رو بهمون نشون بده و ما یه خروجی ازش میگیریم و بعدش با اسکنر مرتضی میزنیم ببینیم که آیا این پروکسی میده بهمون یا نه. پس گزینه وسطی رو الایو هاست رو میزنیم تا وقتی که اسکن میکنه اون هاست هایی که یا به اصطلاح اون آی پی هایی که سالما کار میکنن فعالن رو بهمون نشون بده. اوکی رو میزنیم، میایم توی قسمت رنجامون. ببینین اینجا نوشته 135.181.0.0/16. خب این 16 چیه؟ شما باید مثلا خودتون محاسبه کنین ببینین که این 16 چی میشه، مثلا چند تا میشه، چند تا آی پی میشه. دیگه بهترین روشش من میزنم آی پی رنج
کلکیولیتور یا همون محاسبه‌گر IP رنج. بذار ببینیم سایت اولی باز میشه یا نه. خب مثل این که نمیخواد بالا بیاد. مشکلی نیست، با این یکی میاد. خب ببینید رفقا، من اینجا اینو کپی میکنم، خب میارم اینجا پیستش میکنم. اینجا ببینین یه دونه وسط اسلش زده، این بعد اسلش که میشه 16 اینا رو پاک میکنیم، اینجا میزنیم که اسلش 16. محاسبه رو میزنیم یا همون کلکیولیت یا کالکولیت میزنیم تا محاسبه کنه. وقتی که محاسبه میکنه اینجا بهمون نشون میده که از کجا شروع میشه تا کجا تموم میشه، یعنی اون میزان تعداد آی پی ها رو بهمون نشون میده. ببینید از 135 181 00 شروع میشه که من کپی میکنم میارم توی ستون سمت چپی یا همون اولی اینجا پیستش میکنم. بعدش که اینجا نوشته که این دیگه آخرین قسمتشه میشه 135 181 255 255 اینم کپی میکنم میارم توی ستون دوم پیستش میکنم. خب ما اینجا که دیگه پورت ها رو زدیم و اوکی شده، استارت رو میزنیم تا شروع کنه به اسکن کردن. میبینین خیلی تعداد سنگین و زیادیه، به خاطر همین طول میکشه تا مثلا اینو من بکشم بالاتر تا این انتها کادر سبزمون پر بشه. خب پس به خاطر همین من یه مقدار میذارم که اسکن کنه، بعدش ادامه ویدیو رو باهاتون جلو میریم. خب رفقا من یه خورده صبر کردم که تعداد بیشتری اسکن کنه، ولی خب نصفم نشده، پس زمانگیر میشه و مجبورم که خودم استاپش رو بزنم. من استاپ رو میزنم. اینجا ببینید این تریدز باید 0 بشه، این تریدز اگه پایین بیاد 0 بشه خودش تموم میشه. از بین 1986 تا 557 تاش به اصطلاح زنده بودن، فعال بودن و من کلوز رو میزنم. خب من اگه بخوام که همه اینا رو یه خروجی فایل تکستی ازش بگیرم، میام اینجا نوشته بالا اسکن، روش کلیک میکنم، اکسپورت آل رو میزنم یا همون خروجی همه، از همهشون خروجی میگیرم، اینجا میزنم هدزنر آی پیز. خب من اینو میبندم، سایتم بیاد پایین، اینم بیاد پایین. خب الان ببینید اینجا برای ما اسکن کرده و این مقدار ما آی پی رو داریم. حالا من میام اینجا اینا رو پاکشون میکنم، یه دونه سیو میزنم، بعدش میام توی اکسل یا اکسل یه دونه کنترل او رو میزنم، براوزش میکنم، میام توی دسکتاپ، آل فایل، هدزنر آی پیز رو باز میکنم. چرا من اکسل رو بازش کردم یا اکسل رو باز کردم؟ به این خاطر که میبینی اینجا پورت و هاست نیم و پینگ و اینا هست، نمیخوام اینا دیگه باشه یا مثلا دستی یکی یکی پاکش کنم. اینجا الان بهتون میگم چیکار میکنم. من دوباره نکست رو میزنم و فینیش. اینجا من ستون A رو یه خورده بزرگترش میکنم، گشادترش میکنم. اینجا من ستون ها رو یکی یکی دیلیتش میکنم. خب و اینم از اینجا هم نوشته آی پی، میام روش راست کلیک دیلیت، گزینه شیفت سلز آپ رو میزنم. خب و کلا خام شد، کلا دیگه آی پیه. من اینو میام سیوش میکنم، دونت سیو، ریلودش میکنم و خدمت شما اینم شد آی پی های خام ما. الان ما چی کار میکنیم؟ من میام یه دونه اینا رو کپی کنم، توی این قسمت آی پیز میزنم، اینا رو من پاکش کنم، برم بالاتر از این به بعد. خب سرجم 2228 ما الان آی پی داریم از دیتا سنترهای مختلف. حالا چی کار میکنیم؟ من میام ابزار اسکنر مرتضی رو ران میکنم.
خب صبر میکنیم که بالا بیاد. خب رفقا ببینین این قسمت خیلی خیلی مهمه، سعی میکنم که آروم و با دقت بهتون توضیح بدم. وقتی که این قسمت بالا میاد من اصلا خودم کانفیگ نساختم که مثلا خودم کانفیگ رو ایمپورت کنم توی برنامه یا به اصطلاح واردش کنم که با کانفیگ خودم اسکن کنم. من با همین کانفیگ دیفالت مرتضی بعد با آی پی که خودم اسکن کردم میخوام که دوباره تست کنیم و اسکن کنیم. حالا چی کار میکنم؟ میام اینجا سلکت نان رو میزنم که تیک آی پی رنج آی پی های کلودفلر رو بردارم. بعدش میام توی قسمت اسکن ریزالتس اینجا ثبت میکنم. اینجا بالا قسمت فایل اینجا نوشته imports IP یا همون اسکن ریزالتس یا همون آی پی هایی که اسکن کردیم رو من اینجا پیستش میکنم. اسمش رو چی گذاشتیم؟ آی پیز بود. خب ببینید همه آی پی ها اینجا ایمپورت شدن. درسته؟ من میام اینجا وید فرانتینگ رو فعالش میکنم، با فرانتینگ اسکن کنه، دانلود آپلود رو تست کنه و اینجا بحث سرعته. چون اینترنت من ضعیف ADSL به خاطر همین سرعتش هم خیلی کمه. من باید چیکار کنم که نتیجه بهتری بگیرم؟ میام قسمت آپلود رو میذارم 20 کیلو بیت یا کیلو بایت بایت. حالا اینو رو ولش کنیم. دانلود رو هم میذارم روی 50 کیلو بیت که خیلی بهتر نتیجه میده بهم. تستش هم کردم و نتیجه گرفتم، به خاطر همینم میگم. ولی اگه سرعت نت شما زیاده اینو بذارین همون 50 بمونه، سرعت دانلود هم یا خورده بیشترش کنیم، مثلا بذارین رو 200 یا همون پیش فرضش هم بمونه، مشکلی نیست. من اینا رو درستش کنم و تمام. الان من استارت اسکن رو بزنم، بر حسب این آی پی هایی که من وارد برنامه کردم ایمپورتش کردم شروع میکنه به اسکن کردن که ببینیم که کدوم پروکسی ها یا به اصطلاح آی پی ها کار میکنن و بدون مشکل میتونیم که ما ست کنیم توی پنل بی پی بی و استفاده کنیم. من استارت اسکن رو میزنم. چی شد؟ فکر کنم اینجا پر شده. اسکن ریزالت. آها اینو باید میزدم، ببخشید اشتباهی بالا استارت رو زدم. اسکن این ریزالت رو اگه ما بزنیم شروع میکنه اسکن میکنه و نتیجه میده. ولی یه لحظه یه جای کار میلنگه، این درست ایمپورت نشده. خب من یه لحظه برنامه رو میبندم ببینم که درست زدم آخه، چون داشت اشتباهی اسکن میکرد. خب من اینو سیوش کردم، اسمش هم میذارم 33 یه همچین چیزی. دوباره بریم تو مرتضی، منظور اسکنر مرتضی، تو مرتضی. خب 20 50 سلکت نان کلا انتخاب نمیشه. اینجام ایمپورت اسکن ریزالتس رو میزنیم. یا ببینم اینجا هم یه چیزی بود لود کاستوم، نه آی پی رنج نه. اینجا ما اینو انتخابش میکنیم، اینجا ایمپورت میشه. درسته؟ اینجا این قبلی ها هستن، current scan result رو میزنم. اینجا هم add IP export import result. نه دیگه همون کافیه. الان باید استارت رو که میزنیم شروع کنه. چرا ارور میده؟ مشکل داره فکر کنم. ببینید اینا پاک میشن، یه جور اینا رو پاک کنم. من ببندم اینو، من از قسمت results اینا رو پاکش کنم، دوباره بازش میکنم. خب دوباره import IPs، اینجا اینا رو میزنم. خب اسکن این ریزالتس رو میزنیم، ولی قبلش این رو بزنم. خب
وقتی که اینا ایمپورت شدن، خب ما اینا رو که انجام دادیم، فکر کنم اسکن الان درست شده. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ این کلا مشکل شد واسه 557 تا آی پی نیست که 2000 خورده ایه. حالا ما اینجا اسکن رو میزنیم، شاید اینجا این ادیت بخوره خودش. خب وقتی که اسکن رو میزنیم خودش شروع میکنه به اسکن کردن اون آی پی هایی که ما ایمپورت کردیم و قراره که اینجا بهمون تعدادهاش رو نشون بده. ولی خب چون بعضی وقتا مثلا گفتم من 21000 تا آی پی رو اسکن کردم، توی برنامه مرتضی ران کردم، از بین 21000 تا فقط 4 تاشون کار میکرد که واقعا تعداد خیلی کمیه. یعنی آی پی هایی که پشت کلودفلر هستن و میتونن با سایت ها و کلا اپ و برنامه هایی که توی کلودفلر ثبت شدن کار بکنن خیلی سخت پیدا میشه. به خاطر همین ما مجبوریم که از برنامه مرتضی کمک بگیریم تا ببینیم که چه نتیجه این میده. من ویدیو رو پازش میکنم تا ببینم که چیزی پیدا میکنه یا نه. اگه پیدا نکرد یه مثلا چند تا رنج دیگه اسکن میکنم، ایمپورت میکنم تا ببینیم که کلا نتیجه چی میشه. یا یه لحظه اصلا صبر کنیم تا ببینیم که اصلا چیزی پیدا میکنه یا نه. اسکن بکنه. اینجا نوشته 135 181. ما همچین رنجی داشتیم. 135 181. آره این کلا داره از این قسمت اسکن میکنه. فکر کنم رنج هتنر هستش. به خاطر اینکه دقیق بدونم میام کپی میکنم توی چک هاست. خب اینفو رو میزنم ببینم که بله هتنر فنلاند خودشم، نشتی هم نداره این آی پی. ولی خب همطور که میبینین توی اسکن هیچی نداد بهمون. چرا؟ همطور که گفتم خیلی سخت پیدا میشه، ولی خب به لطف همچین ابزارهای خیلی راحت هم میتونیم که پیداش کنیم. الان من میرم یه چند تا رنج دیگه اسکن کنم و دوباره توی برنامه میزنم. اگه اینجا نتیجه داد بهم ویدیو ادامه پیدا میکنه. خب رفقا بعد تقریبا نیم ساعت 4319 تا آی پی رو دادیم ولی هیچی نتونست اسکن کنه. منم به خاطر اینکه ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه از اونایی که خودم اسکن کرده بودم یکی گذاشتم کنار تا تستش کنیم. ولی همه این مراحلی که رفتیم من همه‌شون رو قبلا عین همین رفتم که تونستم 4 تا پیدا کنم. یعنی اصلا یه مثلا روش کم و کاستی رو نگفتم، دقیقا عین همین روش رو شما باید برید. چرا من نتیجه نگرفتم؟ ببینین من گفتم از بین 21000 آی پی من 4 تا گرفتم. الان من بیام از 4319 تا اسکن کنم هیچی 100% نمیگیرم. خب به خاطر همین من خلاصه باز ریسک کردم، گفتم شاید حداقل یه دونه بهم بده، که متاسفانه اونم نداد که به درک ما خودمون راه خودمون رو میریم. خب من اینو میبندم توی فایل تکست. اینو من گرفتمش و میخوایم ببینیم که لوکیشن کجا هستش. توی چک هاست میزنم تا ببینیم که لوکیشن کجاست. تا اونجایی که یادمه هتنر آلمان بود. اگه مثلا دیگه بله هتنر آلمانه. پینگ هم اصلا نگیریم چون الان جلوتر میگم چی کار کنیم. خب برمیگردیم توی این قسمت که توی ورکر یا همون پنلمون قرار بود که یه دونه پروکسی آی پی اضافه کنیم. من اینجا اینو پیستش میکنم و سیو رو میزنم. صبر میکنیم تا سیو بشه. خب وقتی که سیو شد ببینید دقت کنین که توی دیپلویمنتس برین. توی دیپلویمنتس اینجا ببینین
آخرین آپدیتی که شده این پروداکشن هست. من میام روی 3 نقطه میزنم، ریترای دپلویمنت رو میزنم که هم ساب دامنمون تغییر کنه، همین که بره این آی پی و یو یو آی دی که گذاشتیم رو، اینا رو همشون رو سیو کنه، ذخیره کنه توی کد و پنل رو بالا بیاریم تا یه تستی باهاش بزنیم ببینیم که آیا این پروکسی کار میکنه یا نه. شاید قطعا کار میکنه ها، ولی یه شایدی رو اینجا بگم. شاید الان مثلا من بزنم اسپید تست بالا نیومد، خب این مشکل نیست. دوباره مثلا اگه 50,000 تا آی پی اسکن کردیم، مثلا بینش 6 7 تا بهتون در اومده، یکی یکی تستش کنید، نتیجه میگیرین 100%. حتی بعضی وقتا آی پی ورژن 4شون خام میشه، آی پی ورژن 6 روشنه که دیگه فوق العاده میشه این آی پی ورژن 6. خب ببینیم وقتی که تموم شد اینجا، میایم پایین تر، اینجا نوشته success your site was deployed، یعنی سایت شما دیگه تموم شده و بالا اومده. روی این لینک من کلیک میکنم، خب سر میکنیم که بالا بیاد. وقتی که بالا اومد، کنار دیو یا همون دی ای وی یه دونه بکسلش میزنم پنل، خب سر میکنیم که بالا بیاد. این اسپید تست رو کلا کاری نداریم، ما اون سایتیه که داره پروکسی میشه واسش. خب اینجا پسورد پیشفرض ادمینه، من لاگین میکنم و سر میکنم. خب اینجا ببینید این قسمت لنس و اینتروال و نمیدونم لوکال دی ان اس و تبلیغات و بستن و بایپس ایران و پورنو اینا رو مثلا بستن، کلا دیگه تنظیماتش بستگی داره به خودتون که چیکار کنید. ببینین همین قسمتی که گفتم فقط پورت HTTPS یا همون TLS رو داریم توی همین پیجه. یعنی اگه شما ورکر بزنین، توی ورکر یه کادر دیگه هم پایین همین TLS هست، نو TLS زده که همون HTTP و پورت های 80 88 80 و بقیه پورت ها که مربوط میشه به HTTP. من میام پایین تر. خب ببینید من همین پورت 443 رو میذارم بمونه، تبلیغات رو مسدودش میکنم، کلا با وارپ کاری نداریم و اپلای ستینگز رو میزنیم. این اپلای شد، دوباره لود میشه. میایم پایین تر، ببینید وقتی که این پنل رو زدین حتما از قسمت چنج پسوردش رو عوض کنید. یعنی اگه پسورد عوض نکنی، یه نفر بفهمه که این پیج احتمالا مثلا با پنل بالا میاد یه ادمین میزنه میره تو کانفیگاتون و استفاده میکنه. اینجا مثلا من میزنم 65431. خب یا مثلا یه پسوردی بزنیم که مثلا یه نتیجه ای بده، 8 کاراکتر باشه. خب داوش چینج شد، یه رفرش بزنیم باگ خب. خب مثل اینکه باید حروف بزرگ کوچیک بزنیم. خب حالا من با اینا کاری ندارم، الکی وقتمون رو نگیره. الان میخوایم تستش کنیم ببینیم که آیا کار میکنه این پروکسی یا نه. من کپی ساب رو میزنم، خودشم اینجا نوشته نورمال کانفیگز. کپی ساب رو میزنم، کپی میکنم، میارم توی هیدی فایل، یه دونه سابسکریپشن گروه باز میکنم، اینجا میزنم پیز مثلا 8، لینک رو اینجا وارد میکنم، کانفرم، اینجا تبمون باز میشه. من میام آپدیتش رو میزنم که آپدیت بشه و اینجا بیاره کانفیگار رو. خب همینطور که میبینین کانفیگار اینجا الان ایمپورت شدن و اینجا هم پینگ رو داد بهمون. خب ولی مسلما این پینگ مثلا مهم نیست، چون هرچی که اینجا بزنیم کار میکنه.
مهمونیه که ببینیم که سایت های مثلا کلود فلیری باز میشه یا نه، همون کلود فلیر خودمون. لهجه میگم خودم بدم میاد. خب من میزنم speedtest.net، روش کلیک میکنم و فوری هم بالا اومد. یه چند لحظه صبر میکنیم ببینید هتزنر آی پی ورژن 6ش داره کار میکنه. به همین سادگی. الان سایت مثلا what's my IP آدرس رو بزنم، صبر میکنیم. خب ببینید IP ورژن 6 هتزنر آلمان، این هم که همون IP ما هستش که مال کلود فلیره. میبینید IP ورژن 4 رو اینجا نشون نمیده ها، فقط ورژن 6ه. تو اسپید تست هم گفتم IP ورژن 6، ولی ما چیکار کردیم؟ یه دونه آخر IP ورژن 4 زدیم، 4ش رو اینجا کلا خاموش کرده، فقط داره با 6 کار میکنه. میبینید IP که اینجا هست با 157 شروع شد، ولی اینجا آخر داره ورژن 4 104 نشون میده. پس چرا مثلا ورژن 4 نشون نمیده؟ چون خاموش کردن. ما داریم با ورژن 6 کانکت میشیم و این کانفیگ 100% روی خیلی از اپراتورها قراره کار کنه. به خاطر اینکه کار کنه یا کار نکنه، من همین رو یه دونه کپی میکنم میفرستم توی کانال، بعد میگم که آقا تست کنیم، با اپراتورهای مختلف تستش کنیم و نتیجه رو بگیم که کدوم اپراتور داره بهتر نتیجه میده، که منم بهتون بگم که چیکار کنین چیکار نکنین و استفاده کنین. این از این. بعد دیگه چیزی باقی نمیمونه بگم، فقط رفقا دقت کنین که چرا یه جوری گفتم، ببخشین دیگه. دقت کنین که آی پی هایی که میزنین اسکن کنین با انگری آی پی، گفتم من با 4000 تا هیچی گیرم نیومد، حتی با اینکه داره اینجا نشون میده مثلا با این پورت کار میکنه، ولی مسلما من الان بزنم هیچ پینگ نمیگیرم. خب چون پروکسی نشده، چون کار نمیکنه. به خاطر همین سعی بکنین که رنج هایی که میدم توی کانال همشون رو اسکن کنیم. خب همشون رو اسکن کنیم، بعد همشون رو که اسکن کردین 100% بزنین، مثلا بیشتر از 20,000 تا گیر بیارین. خب اگه بیشتر از 20,000 تا باشه قطعا میتونین که حتی اگر 1 2 تا 3 تا 4 تا شاید هم بیشتر، بستگی داره به اون دیتا سنتر که مثلا من رنج آی پی شو میدم، که ببینیم چقدر گیر شما میاد. این بود آموزش ما، امیدوارم که به دردتون بخوره. توی سرور هم وقتی که شما گفتم الان فکر کنین که این پنل نیست، خب پنل بی پی بی نیست، یه کانفیگ با سرور زدم اینجا توی آدرس، من speedtest.net زدم. خب شما آی پی تون، آی پی سرورتون کجا هستش؟ هتزنره، دیجیتال اوشنه. اینجا میاین توی قسمت آدرس قشنگ اینو پاکش میکنی، یه دونه آی پی یا به اصطلاح همون پروکسی دیتا سنتر رو اینجا پیستش میکنید. خب و میزنین که استفاده بکنید. وقتی که کانفرم رو زدین، پینگ داد و سایت اسپید تست بدون ارور و ایرادی بالا اومد، یعنی کانفیگ شما سالمه و با 100% نمیگم ولی به احتمال 50% 60% با سرعت خیلی بهتر و خیلی خوبی هم قراره که کار کنه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. هر سوال و مشکلی داشتین بپرسین، تا اونجایی که خودم یاد گرفتم بلد بودم بهتون کمک میکنم. و این آموزش اصلا توی هیچ کدوم از کانال های یوتیوب فارسی نبود، منم سعی کردم که تا اونجایی که از دستم برمیاد یاد گرفتم، خودم مراحلش رو پیدا کردم، بهتون بگم که استفاده بکنین و بدون هیچ دغدغه و مشکلی خودتون کانفیگ رایگان و مفتی خودتون رو بزنین، حتی اگر استفاده شخصیتون رو داشته باشین. عشق منین، مرسی که هستین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حتما توی کامنت ها بگین که کدوم دیتا سنتر میخواین. خب
مثلا من بیام از دیتا سنتر هایی که شما میخواین رو اسکن کنم، بعد به صورت یه فایل تکستی براتون بذارم توی کانال تلگرامی، خودتون دیگه با برنامه مرتضی اسکنش کنید و لذتش رو ببرید. مرسی که هستین، دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.